سلام دوستان، به پیج خودتون یعنی WR مدل خوش اومدید. امروز اومدیم سراغ یکی از بررسی های مدل یکی از موتورهای معروف، به قول معروف موتور گازی خودمون که البته موتور گازی نیست، موتور گوزی هستش. خب بریم سراغ بررسیش، ببینیم چه شکلی و چی هست و توضیحاتش. خب میبینید این یه باکس خیلی خوشگل داره، از برند شوکو هستش و همونطوری که دارید میبینید خیلی جزئیات داره. الان باز میکنیم بیشتر با جزئیاتش آشنا میشیم و میبینید که چه جزئیاتی رو داره. دوستان درش کاملا باز میشه، چرخاش متحرک هستش. اگه دقت کنید میبینید، نگاه کنید چرخش داره حرکت میکنه، میبینید چرخش متحرکه. من حالا دیگه نمیخوام از جای باکسش در بیارمش چون اینطور خیلی راحت تره توضیح دادن دربارش. سرش متحرکه و از پشت ببینید چقدر تمیز کار شده. حتی اینجا اسم برند موتوگوزی رو در این قسمت زده. بذارید با یه دونه چوب نشون بدم. اینش میبینید این قسمت رو چه قشنگ نشون داده. نمیدونم چطوری به شما نشون بدم، بگذارید ببینم میشه، امکانش هست. متاسفانه نمیشه قشنگ نشونش داد. حتی برند موتوگوزی هم اینجا زده، قرمز که دارید میبینید. کلا یه جزئیات خیلی خوشگل داره. این قسمتش طلاییه، همه رو دونه دونه نشستن رنگ کردن، خیلی خوشگله. حتی جلوش هم اومدن از جنس پلاستیک کار کردن، پلاستیک شفاف. اینا شیشه چراغ جلوی موتور شده و این قسمتاش حتی و این محصول قیمتش توی بازار یه چیزی هلوهوش $12 آمریکاست و توی ایران الان قیمتش یه چیزی هلوهوش شاید 450,000 تومان تا 700 تومان متغیر قیمتش باشه، شاید 800 تومان هم باشه، اما دیگه بیشتر از این نمیشه. و جزئیاتی که این موتور داره واقعا آدم شگفت زده میکنه، خیلی خوشگله. من خودم به موتور زیاد علاقه ندارم، اما وقتی حرف از هارلی میشه و موتورگوزی من خودم خیلی دوستش دارم. این قسمت های ترمز، دیسک ترمزش رو نگاه کنید چه قشنگ رنگ کردن، اصلا واقعا آدم کیف میکنه میبینه اینو. حتی بذارید توجه کنیم به این، به قول معروف شما نگاه کنید. حتی من اینو یه طوری نگه دارم که بتونید بهتر ببینید. خب حتی نگاه کنید این من چطوری آینش، حتی این به اصطلاح میزان سرعتش رو و بنزینش رو همین رو نشون میده اینجا. و حتی آینه هاش هم شفافه، آینه هاش خیلی خوشگله و کاملا توش میتونم الان خودم ببینم و شفاف هستش. و داخل آینه هاش از منظورم داخل همین آینه هایی که داره، چون میخواستم حرف از آینه دوباره بزنم، داخل همین آینه هاش از آینه های خیلی کوچولوتر استفاده شده
و خیلی جزئیات داره. به نظر من این قیمت واسش خیلی ارزش داره. من حتی اگه این قیمتش 1 تومن هم باشه بابتش حاضرم پول بدم، چون خیلی جزئیات داره. حتی باکس هم داره و همه اینها اینو جذاب میکنه. واقعا موتور خوشگلیه، همه چیز داره، فقط یه پلاک هم داره که این قسمت بعدم خودم میچسبونم. حتی اینجا رو نگاه کنید، یه چراغ کوچولو هم این قسمت داره. واقعا بیسته، واقعا خوشگله. جنس لاستیکش از جنس رینگه و پلاستیکیه و الاستیکه. منظورم که کشسان هست و واقعا رینگ هستش و جدا هم میشه. نگاه کنید، میبینید جدا هم میشه. خیلی خوبه، واقعا خیلی خوبه. متحرک هم هست و هرچی من از این موتور بگم کم گفت. خیلی جزئیات داره، خیلی جزئیات داره. واقعا خوشم آمده، خیلی جزئیات داره. تا امروز انقدر من بهش توجه نکرده بودم. حتی این صندلیش انگار چرمه، واقعا نشیمنگاهش انگار واقعا چرم هستش و یه پلاستیکی که حالت چرم مانند بهش میده. واقعا خوشگله، واقعا محشره، خیلی خوبه. واقعا یه چیز دیگه است. خب دوستان، ویدیو امروزمون بررسی موتوگوزی بود. البته خب این برندم بخواید بدونید چی هستش، برند گریسو هستش. منظورم اینه که موتوگوزی گریسو هست که اینجا نوشته اگه اشتباه نکنم، چون من میگم از موتور زیاد سر در نمیارم، اما اینجا نوشته گریسو این قسمت که ایناشش من بیارم بالاتر خدا شما عزیزان بتونید بخونید. باز من زیاد نمیدونم اما خیلی خوشگله. از اینکه تا اینجای ویدیو با من همراه بودید و توی بررسی این مدل خوشگل با ما سهیم شدید و مثل همیشه اون نگاه های زیباتون رو تقدیم ما کردید. خیلی از شما عزیزان ممنونیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی.